سلام، در جلسه دوم گرامری تشریف داری شما و امروز قراره در مورد سیمپل پرزنت صحبت بکنیم. خیلی امیدوارم که درس جلسه قبلی رو خوب خونده باشی و تمریناتش رو هم نوشته باشی، به خاطر اینکه خیلی از مطالب مفید و بسیار پایه‌ای در درس جلسه قبلی کاور شد. ضمناً یه مسئله هستش در مورد گرامر زبان انگلیسی و بحث تنس ها که من در اول ویدیو معرفی هم عرض کردم که اینا بیش از 60% جمله های انگلیسی رو شامل میشن. شما یه هرم خیلی گنده در نظر بگیر با قاعده خیلی پهن. فعلای تو بی و سیمپل پرزنت ته این هرمن، یعنی شما امکان نداره بخوای انگلیسی صحبت بکنی درس جلسه قبل و درس این جلسه رو استفاده نکنی. پس بارها بشین، بخون، بگو، تمرین بکن تا حتما ملکه ذهنت بشه، به خاطر اینکه تو خیلی از موقعیت‌ها میتونه خیلی راحت کارتو راه بندازه. خب بریم سراغ سیمپل پرزنت، حال ساده. در مورد کارای روزانت صحبت بکن. حال ساده با بیس فرم میاد. بیس فرم یعنی حالت خالی فعل. حالت خالی فعل یعنی فعلای غیر تو بی که جلسه قبل بررسیشون کردیم، اما ایزوار بودن دیگه. هر فعلی غیر تو بی باشه، یعنی به معنای بودن نباشه، میشه این فعل ساده مثل اینا. من 10 تا مثلا اینجا برات نوشتم: look, see, eat, drink, write, read, listen, speak, learn, study. look نگاه کردن، see دیدن، eat خوردن، drink نوشیدن، write نوشتن، read خوندن، listen گوش کردن، speak صحبت کردن، learn یاد گرفتن و study مطالعه کردن یا درس خوندن. پس فعلهای غیر از معنی بودن رو هر وقت که در مورد بودن نخواستیم صحبت بکنیم از simple present استفاده میکنیم. یه فلشبک میزنم به بحث جلسه اول، تفاوت بین فرم و فانکشن. گفتم که مثلا این یک قلم پلاستیکی دگمه داره و یه سری مصارف داره که اگر من ندونم این برای چی استفاده میشه عملا انگار ندارمش و این به درد لایه جرز دیوار هم نمیخوره. گرامر هم همون مدلی بود. ما برای توبی گفتیم شکلش، فرمش اما ایزوآره و فانکشنش برای بیان هر موقعیتی که مرتبط به بودن بودش استفاده میکنیم. هر وقت که خواستیم بگیم بود، هست، خواهد بود، است یا هر چیزی مرتبط به این، از افعال تو بی استفاده میکنیم. البته برای اینکه خیلی بهتر بفهمی درس جلسه اول رو حتما گوش بکن، اونجا خیلی بهتر و مبسوط‌تر توضیحش دادم. برای بیان فانکشن یعنی کاربرد افعال سیمپل پرزنت یه نمودار داریم. وقتی صحبت از تنس ها شد ما از این نمودار استفاده میکنیم. این رو میگن نمودار سیر زمان. یه فلشیه به سمت آینده، ببینید این ورش آینده است، این ورش گذشته است و این خط وسطی الان صحبتمونه. افعال سیمپل پرزنت برای بیان چیزها و کارهایی میان که شدن قبلا، میشن الان و خواهند شد در آینده. برای مثال بچه من انگلیسی تدریس میکنم دیگه، درسته؟ ببین من انگلیسی تدریس میکنم، از 10 سال پیش استارت تدریس رو زدم، الان تدریس میکنم و تا وقتی که بنزینم تموم نشه تدریس خواهم کرد. در واقع موقعیت ثابتیه و شغل منه، چیزی که بوده، هست و خواهد بود. حالا یه روزی هم اگر من تعطیل باشم و تدریس نکنم این قاعده به هم نمیخوره، به خاطر اینکه یه چیز بسیار کلیه و زمان خاصی هم نداره. پس فانکشن این نوع فعل اسمش بود سیمپل پرزنت. خب حال ساده، موقعیت استفاده ازش برای بیان کارایی که شده، میشه و خواهد شد. خب الان مثلا فکر کن به چیزی که شما اغلب انجام میدی. صبح ساعت چند پا میشی؟ مثلا بگیم 9. خب فعل پا شدن رو بلدی؟ اگه بلد نیستی میشه wake up. میخوام بگم من روز ساعت 9 پا میشم.
هر روز ساعت 9. حالا یه روزی تا 11 هم خوابیدم اشکالی نداره. I wake up at 9 every day. این میشه حالت ساده با فعل خالی، فعل لخت. هیچی اضافه نمی کنیم، نه آینجی اضافه می کنیم. یه غلط خیلی رایجیه بچه، من توی جلسات تعیین سطح خیلی میبینم وقتی که از یکی میپرسم مثلا what do you do، میگه I listening to music، نمیدونم I watching TV. نه، اشتباهه دیگه. برای بیان حال ساده یه فعل بدون علامت خالی میاریم. این از بابت فرمش، از بابت فانکشنش هم برای بیان کارهایی که شدن میشن و خواهند شد. خب قضیه SVO رو که جلسه پیش توضیح دادم اینجا هم داریم. اگر یادت نیست لطفاً برای دیدن ادامه ویدیو عجله نکن، استاپ کن، برو ببین بعد بیا. خیلی اگه حال نداری بری ببینی، خیلی اجمالی توضیح میدم. SVO ساختار جمله های مثبت انگلیسی. S به معنای سابجکت، ما بهش میگیم اول جمله، چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. V فعل جمله است که در مورد درسای جلسه قبلی افعال to be am و is و are رو داشتیم، ولی اینجا یه فعل معنیدار میخوایم بذاریم که معنیش هم بودن نباشه، مثل رفتن، اومدن، رانندگی کردن، تدریس کردن، یاد گرفتن، خوردن، مردن و بردن و هر چیزی. و آبجکت هم این اوی که اینجا میبینید گزاره مفعول میشه از بابت زبانشناسی، ولی خب ما با زبانشناسی کاری نداریم، پس خیلی راحت میگیم بقیه جمله. پس SVO شد اول جمله، فعل، بقیه جمله. و تمام جمله های مثبت انگلیسی از این ساختار تبعیت میکنن و ساختارشون با این قضیه منطبقه و هیچ فرقی نداره. خب مثبتمون رو میبینیم. Cats eat meat. گربه ها گوشت میخورن، یعنی گربه های 100 سال قبل، گربه های الان و گربه های 100 سال دیگه این قضیه رو خواهند داشت و یک چیز ثابتیه که عوض هم نمیشه. I do not read novels. من رمان نمیخونم. واقعا خیلی علاقه ندارم به این قضیه متاسفانه. نه قبلا میخوندم، نه الان میخونم، نه احتمالا در آینده نزدیک نخواهم خوند. یه موقعیت ثابت. I do not read novels. Do you study medicine شکل سوالی. راستی در مورد شکل‌ها یه توضیحی بدم. جلسه قبلی توضیح دادم، دوباره میگم خدمتت. برای تمام تنس های گرامری، ساختارهای گرامری، ما 4 تا حالت بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. حالت 1 احسنت به شرفت، حالت مثبت، حالت دوم حالت منفی یا نفی، حالت سوم خودشه فکر کنم حالتی که با کله میتونیم جواب بدیم. حالت 4 حالتی که با کله نمیشه جواب داد و حتما باید توضیح بدیم، مثل اینکه مثلا بگیم چطوری، نمیتونیم بگیم آره یا نه. امیدوارم که بلد بودی. اگه بلد نبودی درس جلسه 1 هی رفرنس دارم میدم، به خاطر اینکه درس جلسه 1 خیلی از موارد بسیار مهم و پایه‌ای رو کامل توضیح دادم. پس خب بدک نیست دوباره هم اگر مروری بکنی و دوره هم یه عشقی بکنیم. خب یه سوال شاید براتون پیش بیاد، چرا من حالت کوتاه شده نمی نویسم؟ اینا رو مثلا don't نمی نویسم و اصلا توی تدریسم هم نذاشتم که بنویسم این حالت کوتاه شده اینه. بچه ببینید برای حالتهای اکادمیک من ببخشید در مورد استفاده از ضمیر یه اشتباهی دارم هی میکنم. من نمیدونم مفرد اول شخص بگم دوم شخص بگم. میگم عزیزم، عزیز دلم، جان دلم، قشنگم، خوشگلم. برای بیان چیزه ببخشید برای متون اکادمیک ما هیچ وقت از حالتهای کوتاه شده استفاده نمی کنیم. حالتهای مبسوط و کامل بیشتر اکادمیکن. شما توی مثلا آرتیکل یا مقاله علمی هیچ وقت حالتهای کوتاه شده نمی بینی و منی که میخوام برای آیلتس آماده بشم دست خودم رو تربیت میکنم که اینا رو سوا بنویسه. حالا اگر خواستین غیر رسمیش بکنید میتونید از حالت شورتند یا کوتاه شده استفاده بکنید، ولی تو اسپیکینگ بچه اینطوری نمیگیم I do not read novels، میگیم I don't read novels که حالت کوتاه شده
دوناته. پس دلیل اینکه من شورتند فرم یا حالت کوتاه شده نمی نویسم قضیه اینه که میخوام آکادمیک باشم، خیلی با کلاس باشم و دستم عادت بکنه. پس اگر میخوای دستت عادت بکنه تو هم برای نوشتن بهتره که از حالتهای شورتند استفاده نکنی. خب همین. خب reference back، حالتهای پازیتیو SVO هیچ، میذاریمش کنار. حالت نگاتیو چیکارش میکردیم یادته؟ یه نات اضافه میکردیم به یه ور جمله. در مورد افعال to be این نات قابلیت اضافه شدن به یه ور جمله در واقع فعل ام و ایزوار رو داشت. ولی شما اینو فرض کن، ببین cats eat meat. cats میتونه نات بگیره قاعدتاً که یخ، نمیتونه. eat میتونه نات بگیره یخ، و میت میتونه نات بگیره نه. چی کارش کنیم؟ یه فعل کمکی میاریم. فعل کمکی عملاً برای اینه که نات رو بچسبونیم بهش که کاملتر الان توضیح میدم بعد 1-2 دقیقه. دو رو میاریم، نات رو میچسبونیم به دو. I do not read novels که اینجا این دو، ببینید این معنای خاصی نداره، همجوری اومده که این نات رو یه کاریش بتونیم بکنیم. خب برای سوال کله‌ای، یعنی اینایی که میتونستیم جواب بدیم، قرارمون بر این بود یک بخش رو از اول جمله یک بخش از جمله رو ورداریم بکشونیم بیاریم اول جمله. در مورد این مثلا cats eat meat هیچ بخشی نمیاد اول جمله، پس کاری که میکنیم دوباره یه دو میاریم براش. Do you study medicine؟ به معنای آیا در واقع شما آیا مدیسن میخونی؟ مدیسن هم یعنی پزشکی دیگه، آیا شما پزشکی میخونی، تحصیل میکنی؟ خب اینم از این. و برای حالتهای چیز WH گفتیم این کلمه WH رو میاریم اول حالت سوالی کله‌ای. ببینیم ما do you رو داریم، ما میتونیم بگیم where do you study، کجا درس میخونی. میخوام بگم چرا اصلا درس میخونی، بگو ببینم ماشاءالله بهت. why do you study، ببینیم چی میخونه طرف. چطور بپرسم what میشه چی، بگو بی زحمت، خجالت هم نکش. what do you study، دمتم گرم مرسی. WH اضافه میکنیم به اول جمله و سوال WH درست میکنیم. What do you drink at night، شبا چی میخوری، البته چه مینوشیه دیگه در اصل. خب منباب فرم شکلش مثبت ها SVO، اول جمله فعلمون که غیر فعل توبیه، فعل توبی رو اینجا اصلا نمیبینیم ما کلا، امویزوار کلهم اینجا ممنوعه. و آبجکت بقیه جمله. مثلا ببین میخوام بگم من میخوابم ساعت 9. I sleep at 9. اینجا بنویسم. خب I sleep at 9. تمام. حالت منفی گفتم یه نات اضافه میکنم. این ناتم که نمیتونم یه جا اضافه بکنم یه دو میارم که ناتو وصل بکنم به این. مثل قاعده می نویسم، اس رو میارم. میخوام مثلا در مورد خودم بگم I do not، یه فعل باید بیارم دیگه، watch. آبجکت هم اینجا میشه تیوی. من کلا تلویزیون نمیبینم، واقعا کلا نمیبینم. سوال میخوام بپرسم، اول دو رو میارم، خب بعد سابجکت رو میارم، این آدمه این شخصه، مثلا do you، مثلا فعلش رو میارم do you like pizza، آیا از پیتزا خوشت میاد؟ مثل یه پازل برخورد میکنیم با گرامر. فقط کافیه اینا رو شما برداری یه چیز دیگه بذاری و تمام چیزا که در میاد. اگر ببین منطبق بر قانونی نوشتی که من اینجا برات نوشتم، پس شک نکن جملت درسته. ولی اگر میخوای خیلی مطمئن بشی PI Assistant برو حتما باهاش چک بکن. نرم افزار هوش مصنوعی PI Assistant. جمله رو بنویس،
تهش هم بنویس check its grammar. جواب رو برات میاره که درست نوشتی و غلط یا غلط نوشتی. خب حالت WH گفتم اولش WH میارم، مثلا بیارم این ور. خب بعد دو رو میارم، ببین دو، اینو میارم you. خب فعل رو میارم where do you sleep. object رو هم میتونم بیارم میتونم نیارم، اصلا اختیاریه. where do you sleep at night. ببین شبا کجا میخوابی. خب مورد بعدی قضیه اس سوم شخص مفرد. وقتی نهاد یا فاعلمون he, she, it یا اسامی که این ضمایر میتونن به جاشون بیاد باشه، یه اس یا ای اس، حالا این قواعد داره میگم بعدم بهتون، باید اضافه بکنیم که بهش میگیم اس سوم شخص مفرد. این نوشتم دیگه، بعضا هم ای اس اضافه میشه. بذار بگم دیگه که ای اس اضافه میشه. بچه ببینید ما حالت نرمال اس اضافه میکنیم. بعضی از حروف هستن اینا هوا رو خیلی میشکافن، اینا صدا برفک میدن، صدا برفک تلویزیون میدن. بعد این نوع صدا ما ای اس اضافه میکنیم. دلیلش هم اینه، ببینین وات صدا تهیه، صدا برفک یه اس هم میخواستیم بدون فاصله بین اضافه بکنیم، میشد watches. اصلا شنیده نمیشه، پس ای اس اضافه میکنیم و از میخونیمش watches. ضمناً برای فعل go ای اس اضافه میشه، به خاطر اینکه اگر اینطوری بنویسیم گاس خونده میشه، گوز خونده نمیشه، فقط همین. و یادتم بمونه have هم تبدیل به has میشوه، have هم تبدیل به has میشوه به خاطر اینکه haves نداریم. خب در حالتهای منفی سوالی و WH به جا do از does استفاده میکنیم. این هم خیلی راحت قضیهش. ببینید do اس بگیره میشه does. خب اینجا چیزی رو باید توضیح بدم بعد برم دنبال بقیه کارا. افعال کمکی چرا بهشون میگن اصلا افعال کمکی؟ این اس سوم شخص رو هم خیلی راحت میتونه برات کاور بکنه. ما گفتیم برای منفی ساختن یه نات باید به یه ور جمله اضافه بکنیم. شما فرض کن این ناته یه بچه سرتقیه که ساب نداره، اومده توی مهمونی داره این ور اون ور میگرده. ما باید یه بنده خدای سربراه خیلی بدبخت مثلا تو سریخوری پیدا بکنیم، این سرتقه رو بدیم حواسش بهش باشه. این شخص شخیص میشه حمال، میشه بدبخت، میشه زحمتکش اون جمعی که اون بچه سرتقه توشه. و در جمله ما افعال کمکی رو که بهش میگیم auxiliary verb، بچه این نقطه هایی که رو اینه بهش میگن auxiliary dots، نقطه های کمکی که من رو کمک بکنه بفهمم کجای برد دارم مینویسم. یعنی که اسمش auxiliary verb، یعنی واقعا این فعلا دارن ما رو کمک میکنن. کمکی که به ما میکنن اینه که نات رو نگه میدارن. یک، هر بلایی اگر از بابت گرامر سر جمله بخوایم بیاریم این بدبخته تقبل میکنه. فرض کن تو اون مهمونی که اون بچه سرتقه رو یه نفر تو سری خور نگه داشت، اگه در باز بود و مثلا میخواستیم بگید در رو ببند، از اون بدبختر که نداریم، پس قطعا میگه اون بدبخته که بچه‌م دستشه اون دره رو ببند، من میره دره رو میبنده. ما اس سوم شخص که میخوایم اینجا اضافه بکنیم غیر از دو هیچ بدبخت بیچاره ای نداریم تو جمله که نقش حمال رو برای ما بازی بکنه. پس هر بلایی از بابت گرامر خواستیم سر جملمون بیاریم روی افعال کمکی اعمال میشن. همین. پس اینجا هم ببینید این اس سوم شخص مفرد یه جا بیاد کافیه. الان بچهای کلاس خودم میخندن قطعاً به خاطر یه مسئله‌ای که من براشون تعریف میکنم. یه قاعده‌ای داره، قاعده یکی بسه، که اینو به عنوان یه سیکرت برای خودم نگه میدارم. اگر از بچهای کلاس همین و فهمیدی، آره خودشه. خب
ببین اینجا یه دونه اس سوم شخص مفرد اومده دیگه، بقیه جا نیومده. اینجا یه دونه اس سوم شخص مفرد اومده، اینجا هم یه دونه اومده. ببینید تو فعلش چیز خاصی نیاوردن، به خاطر اینکه یک دفعه بیاد اوکیه دیگه، علامت رو دفعه دوم نمیخواد تکرار کنیم. اینجا هم همین مدلی، ببین goes نمیاد، go میاد. همون اس سوم شخص مفرد رو هم حمال جمله که بشه فعل to be تقبل کرده. فقط همین. David speaks 3 languages. 3 تا زبان صحبت میکنه. His cat does not like fish. گربه اون ماهی دوست نداره. خل اسکل. اگر میخواستیم بگیم دوست داره میگفتیم it likes یه چیزی. Does this phone record videos. آیا این موبایل ویدیو هم ریکورد میکنه؟ میخواستیم بگیم میکنه میشد it records videos و فلان. و where does he go at night. بخوام جوابش رو بگیم میگیم he goes تو فلان جا قهوه خونه میره at night. شب اونجا خیلی میکشه. خب بحث افعال کمکی رو گفتم، میخوام جمع‌بندی بکنیم این قسمت رو. تخصصی فانکشن کاربرد افعال حال ساده، این دوتا هم برای تا سطح تقریبا intermediate یا pre-intermediate. To talk about a permanent situation. We live in Iran. ما در ایران زندگی میکنیم. بچه این موقعیت دائمیه، permanent موقتی نیستش. من انگلیسی تدریس میکنم، این موقعیت دائمیه و حداقل خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. حالا یه روزی شاید مثلا من شلغم فروشی باز کردم، ولی خب حداقل این چندین سال قراره طول بکشه و موقعیت دائمیه. We live in Iran. To talk about things that happen regularly. برای صحبت در مورد چیزهایی که معمولا اتفاق میفتن، یعنی مثلا هر روز یا هر هفته یا هر ساعت یا هر سال یا هر چیزی. و در سطح ادوانسد حال ساده برای بیان آینده استفاده میشه. برای مثال ما با یکی یک کلاسی داریم، بعد میپرسه که کلاسمون کی تموم میشه. من میگم ساعت 10 تموم میشه. ساعت 10 هم یک ساعت دیگه است. میتونم از حال ساده استفاده بکنم و قطعا اینو بلد نبودی، الکی هم کلاس نذار، این جدیده کاملا. میتونم بگم که our class finishes at 10 o'clock at night. چقدر بد. کلاسمون ساعت 10 شب تموم میشه. بچه این الان ساعت 9:30 شب پنجشنبه سرم اینو ریکورد میکنم، تاریخ 24 خرداد 1403. محض اطلاعتون مثلا همینه گفتم، میگم ساعت 10 شب تموم میشه. هیچ کلاس ساعت 10 شب تموم نمیشه الا کلاس خودم. خب برای بیان آینده ساختار ادوانس از این استفاده میکنیم. The class finishes at 10 o'clock. میگم 10 o'clock هم نیم ساعت دیگه است ولی آینده است، ولی از حالت حال ساده استفاده کردیم. و یه کاربرد دیگه برای قصه گویی و زبان مدیا. بچه‌ها قصه گویی یعنی قصه‌ای که میخوام بگیم رو، توی فارسی هم همینه دیگه، شنگول منگول میره میبینه یه اتفاقی افتاده، فلان شده. نمیگیم رفت دید و فلان فلان فلان، برای اینکه قصه رو زنده نشون بدیم و اون بچه رو جذبش بکنیم از این حالت استفاده میکنیم. و تو روزنامه هم شما حالت گذشته نمیبینی، همه رو با حال ساده نوشته. اول همین جلسه بهت گفتم بیش از 60% تنس ها با این قابل گفتنه و شما اصلا امکان نداری متن انگلیسی بخونی اینا توش نباشن، پس حواستو خیلی جمع کن. حالا برای تمرینش بشین در مورد یه روز نرمال خودت بنویس، توصیفش کن. از صبح ساعت مثلا 9 که پا میشی چی کارا میکنی تا شب که بخوابی. پی آی رو حتما استفاده بکن و ازش کمک بگیر، چک بکنه چیزایی که میگی رو. خیلی راحته. پی آی رو باز بکن، بگو I want to talk about my routine, check my grammar. بعد بگو ask some questions about my routine. I am A1 level, A2 level, B1 level, B2 level. حالا هر لولی که داری فرقی نمیکنه. شما میتونی بپرسی که تخصصی تر یا سطح پایین تر ازت سوال بپرسه. این فهم و شعور رو داره. کاربرگ ارسالی رو که روی این ویدیو برات ارسال شده حتما انجام بده. یه چیز مفصل و کاملیه. ویدیوی بعدی راست قراره WHO رو بشکافیم به صورت خیلی کامل و مفصل. قبل این که این ویدیو رو تموم بکنیم در مورد کاربرگ هایی که میخوام برات بفرستم، ببینید
1 و 2 و 3 تا کاربرگ داریم. بعد 3 تا کاربرگ یه دونم فایل PDF داریم برای جواب سوالا که بتونی چکشون بکنی. بذار اینم بگم بهت که این جلسه رو تمومش بکنیم. خب یه چیزی موند. اوکی. خب این قسمت یه سری سوال برات چیدم، حاضر کردم که جواب این سوالا رو میتونی با استفاده از گرامری که امروز یاد گرفتی بدی. برای مثال What apps do you use the most? I use Instagram, Telegram and editing applications the most. من از اینستاگرام و تلگرام و نرم افزارهای ادیتینگ خیلی استفاده کردم میکنم و آینده همین اتفاق خواهد افتاد. مثل این چیز دیگه What do you do to get rid of stress? برای خلاص شدن از استرس چی کارا میکنی؟ من میتونم بگم I listen to music to get rid of stress. به موسیقی گوش میدم برای اینکه از استرس رها بشم. اینا رو بشین بر خودت جواب بده، خیلی جلو میافتی. بعد یه کاربرگ هم برات فرستادم. کاربرگ اولیه چیزا رو عوض میکنی. ببین نوشته I like Coldplay، میگی she likes Coldplay. حالا play the guitar. خب اینجا ما اتاق کارلا رو داریم. این خانم اسمش کارلاست. خب اینا رو تبدیل میکنی به سوم شخص مفرد، قضیه اس یا es رو اعمال میکنی، اینا رو مینویسی. حالا خواستی چک بکنی جواباش هم برات فرستادم. بعد یه قسمت دیگه هم داریم، اینم ورکشیت شماره 2 یا قسمت B. با استفاده از اینا این جمله رو کامل میکنی. این ضرب در 3 یعنی این ورکه 3 بار استفاده شده، یعنی توی 3 تا از اینا میتونی ازشون استفاده بکنی. و در قسمت دومی هم این کانورسیشن رو کامل میکنی. جوابا رو برات فرستادم که مفصلا حالشو ببری. جلسه امروزمون هم بدین شکل به اتمام رسید. امیدوارم خیلی عشق و حال کرده باشید. من که واقعا سعی میکنم هر چیزی که بلدم رو بگم و هیچ چیزی نگه نمیدارم. با سخاوت تمام و با عشق کامل تقدیم حضورت میکنم. در ویدیو بعدی قراره WH رو کامل بشکافیم، شرحش بکنیم و مدل های حالا انواع مدل WH question که میتونیم بپرسیم رو بررسی بکنیم. حتما دنباله این قضیه رو بگیر و برای دوستات هم بفرست، به خاطر اینکه شاید خیلی نیاز داشته باشند. دمتم گرم تا جلسه بعد.